اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید، بچینید روی رف آن طرف اتاق. خواهرانم با صدای بلند در عصر گریه کنند و همسرم صورتم را از باد برگرداند و به سمتی ببرد که دلم را برد. اگر مردم برمیگردم و تو را چون رودخانه ای از نمک می نوشم.